یک مراجعت دیگر به روشنفکران و اهل زیاد به خصوص معلمان محترم خواهم کرد. من خیلی تأسف میخورم که سالهای آخر جایگاه و مقام معلم پایینتر رفت. معلم تاریخاً در ملت تاجیک جایگاهش از پدر بالا بود. استاد از پدر و مادر هم جایگاهش بلند بود. امروز جایگاه معلم را ظالمانه و به انصافانه خودمون به دست خودمون پایان برده ایستادیم. تلاشایی که مقامات کرده ایستادن برای بلند بردن جایگاه و مقام معلم تلاشای خوب است ولی کافی نیست. ما یک راه را پیشنهاد میکنیم که این هم بودجه زیاد نمیخواهد، خرج زیاد نمیخواهد برای بالا بردن مقام معلم. معلم را از این بحث‌های به معنی دینی و دنیوی، از این تقلب‌های انتخاباتی دور کنید. معلم را آلوده نسازیم به این بازی‌های سیاسی. وقتی که تقلب‌ها در انتخابات به دست معلم صورت می‌گیرد، معلم مظلوم است. بعضی‌ها به طور مخصوص معلم را سپر قرار می‌دهند. چگونه شما در نزد طلبه، در نزد دانشجو جایگاه و مقام استاد را بلند می‌بردارید وقتی که اون طلبه می‌داند که معلمش مجبور شده است در انتخابات دست به تقلب بزند؟ با کدام راه شما این آبروی ریخته را بالا کردن می‌خواهید؟ وقتی که معلمی بیچاره مجبور می‌شود از طلبه پول بستاند، مجبور می‌شود که در انتخابات به نفع این یا آن حزب سیاسی کار کند، دیگر بی‌طرف بی‌غرض بودن معلم، استاد بودن معلم برای شاگردش زیر سوال می‌رود. من خواهشم از مسئولین و بخصوص از معلمین محترم در مکتب‌ها این است که اگر این سال هم شامل اوچسک‌های انتخاباتی میشوند، هیئت‌ها میشوند، طرز رفتار کنند که در پیش شاگردان، در پیش والدین شاگردان و در پیش جامعه اثبات شود که نتوانستند بعضی گروه‌ها معلم را همچون وسیله تقلب استفاده برند. جایگاه و آبروی خود را انشاءالله که در این انتخابات حفظ خواهید کرد.